میتونید تصور کنید یه امپراتوری بزرگ فقط تو چند سال نابود بشه. اوایل قرن 13 هم امپراتوری مغول به رهبری چنگیزخان قدرتمند قصد داشت کل دنیا رو فتح کنه. همون موقعها ایران زیر سلطه خوارزمشاهیان بود. سال کز پاس هراففاس چنگیزخان یه هیئت بازرگانی به شهر اوترار فرستاد. حاکم اونجا هیئت رو به جاسوسی متهم کرد و همشون رو کشت. چنگیزخان خیلی خشمگین شد و مغول‌ها به ایران حمله کردند. ارتش مغول وارد ایران شد و شهرهایی مثل بخارا، سمرقند، مرو و نیشابور سقوط کردند. هزاران نفر کشته شدند و شهرها ویران شد. جمعیت ایران خیلی کم شد و اقتصادش نابود شد. با گذشت زمان مغول‌ها تحت تأثیر فرهنگ ایرانی قرار گرفتند و سلسله ایلخانی تشکیل شد. حمله مغول به ایران نشون میده که حتی بعد از تاریک